سلام. امروز میخوام یک کمی درباره اقلیت‌های قومی توی ایران حرف بزنم و اولا میخوام بگم که خیلی کم نوشته شده درباره این موضوع، هم درباره اقلیت‌ها توی انقلاب اسلامی و هم درباره اقلیت‌ها توی زندگی عادی ایران. و اولا با کردها شروع میکنم. گروه های کردی ضد شاه اعتراض کردن، ولی همه گروه ها نمیخواستند که حکومت اسلامی باشد. این دلیل بود که خب بعضی کردها سنی هستند، به دلیل دیگر که همین گروپ های سکولار بودن. به مشکل دیگه بود که کردها و ربرها این منطقه توی نوشتن دستور و تشکیل حکومت شرکت نکردند و دائما معلوم نبود این یک بایکات بود یا یک اخراج کردها بود، ولی در نتیجه کردها بیرون بودند در طول تشکیل حکومت جدید. یک گروه های مهم در طول انقلاب اسلامی بودن. یکی اسمش حزب دموکراتی کردستانی ایران و الان این گروه توی عراقه، چون ممنوع توی کشور ایرانه. اونا توی تظاهرات ضد شاه شرکت کردن. و یک گروه دیگه اسمش کمالا و کمالا شده حزب کمونیست توی ایران و اونا مخالف با شاه بودن و هم مخالف با خمینی بودن. و بعد از انقلاب نیروهای این گروه ها و نیروهای حکومت جدید جنگیدن و نمیدانم دلیل های این جنگیدن، ولی هزار از مردم کشته شدن توی این جنگیدن. و خمینی گفت که توی اسلام هویت قومی وجود نداره و که مسلمون باید یک پارچه باشند. یعنی خیلی به کردها نشنیده است. یک اقلیت دیگه که مسلمون و شیعه بودن، ترکای آذربایجانی، و آنها توی کشور ایران راحت تر از کردها بودن فکر میکنم، ولی نمیدونم چرا یا بودی این برای من سخت بود اطلاعات درباره ترک‌ها و انقلاب اسلامی پیدا کردن، ولی یک چیز جالب را خوندم درباره آیت الله محمد قاسم شریعت مداری خوندن و یک آیت الله مهم بود و او نمیخواست که
حکومت اسلامی و دینی باشه و معلوم نبود او چیزهای خاص برای ترک‌ها کرد، ولی جالب بود که یک شخص مهم از علما نمیخواست که حکومت دینی باشه و که همه علما موافق با خمینی نبودن و هم این نشانه که ترک‌ها توی نظام سیاسی و نظام دینی شرکت کردن و در نتیجه باید بیشتر درباره این موضوع نوشته باشه. مرسی.